گفتم بیام یه سلامی عرض کنم. شما یوتیوبر هستین دیگه، درسته؟ آره اسمتو میدونم، چیز ایرک. بله ایول، چه جالب که با هم توی یه رستورانی. آره خیلی سریع شناختمتون. چقدر باحال. فقط امکانش هست یه عکس کوچیک با هم بگیریم؟ آره چرا که نه. خب بده من میگیرم. بله بفرمایید. خدایی خیلی مردمیه. خدمتت. ممنونم. چه غذا خورده. یه لحظه شرمنده. ایول. حله. لطف کردی. خداحافظ، عزت زیاد. قربانم. فقط یه چیزی. نه هیچی. دیگه داره از سر پولش میره بالا. خب مزاحم نمیشم آره دیگه. واقعا ممنون. خیلی سر ممنون. غذاییم داداش، دمت گرم. آره البته. عجیب غریب ترین جای ممکنه اینجا. من دیگه غلط بکنم بیام. آقا یه پک میاریم برای غذام. بله مشکلی پیش اومده قربان؟ مکالمات عجیب غریبی داشت. اون آقا مزاحمت شده؟ نه مشکلی نیست، فقط یه کم توی موقعیت الان یه پک میاره. باشه ممنون. اگه از اینجا بره یعنی ترسوندیمش، چون اگه از استاکره بترسه میذاره میره. میترسم همزمان با ما پاش از رستوران بیاد بیرون. معلوم نیست چی تو سرشه. با اینکه همه چی خوب پیش رفت ما حس بدی داشتیم، پس رفتیم بیرون رستوران تا پیداش کنیم و بهش بگیم حاجی همش یه شوخی بوده، گرچه ما پیداش نکردیم، اون ما رو پیدا کرد. اون گوری رفتن. شما اینجا چه غلطی میکنین؟ خب ظاهرا رفیقمون انقدر سر استاکره به خودش میگرخه که تصمیم میگیره از در پشتی رستوران فلنگو ببنده. حالت خوبه؟ من تازه الان جریانو فهمیدم. نمیذارم اینطوری تموم شه. من باید برگردم خونه. الو. سلام علیکم حاج آقا. نگفتم چی داری؟ دعا کن نبینمت. آخه از ترس خودمو خیس کردم. بچه‌ها شنیدین که چی گفت؟ خیسیده به خودش. سرویس. تا تونستم دویدم سمت ماشین، گفتم الان میاد میکشتمون. دلم نمیاد بهت بگم ولی از این بدتر سرت میاد. در پناه خدا باشی داداش. گوشی قطع کرد. بریم ادامه کار. این یکی قراره عجیب کیف بده چون میخوام با یه تیر 3 نشون بزنم. بیچاره پرنده ها. واسه اولین نشون آقا یادم یه سری اریک داشت تعریف میکرد یه بار یه بابایی اومده بود ازش خفتگیری کنه. تو فیلمی که ازش دیدم اصلا رنگ به رخسار نداشت. حالا ما اول از خونه میکشیمش بیرون، بعد وانمود میکنیم میخوایم یکی از استندآپ کمدیای بینز رو ببینیم و تو مسیر پیش از رسیدنمون به سالن نمایش